سلام، وقتتون بخیر. میخوام تو 3 دقیقه تفاوت دستگاه خونگی نیمه سنتی فرانسه سازا بهتون بگم که توی انتخاب خرید بتونید آقا خوب خرید کنید. آقا سوالاتی که از ما پرسیده میشه که فرق این دستگاه با این دستگاه یا این دستگاه چیه. اول از داخلی دستگاه شروع کنم. از لحاظ موتوری و بویلری اکثر دستگاه، اجازه بدید دستگاه رو بردارم بیا داخل دستگاه. این پمپی که اینجا میبینید با بویلر، حالا این بویلر حالت قابلمه‌ای داره، دیکی داره، بعضی بویلر ها مثل نو با اونا تخته حلزونیه. داخل این دستگاه اینجا رو بگیر، چه این فرانسه ساز چه این دستگاه نیمه ساز اکثر از این پمپ ها استفاده میشه و بویلر هاشون تقریبا تو این حجمه. از لحاظ سایز بویلری و پمپی هیچ گونه فرقی نداره. بیارو دستگاه نیمه سنتی وارد دستگاه نیمه صنعتی که میشه. حالا میگم فرقش چیه. حالا آسیا به آبشه اضافه شده و مانومتر داره، نازل بزرگتره، حالت صنعتی داره و یه لحظه اجازه بدید. حتی پولتا فیلترش هم پولتا فیلتر صنعتیه، ولی داخل خود دستگاه اکثرا پمپ و بویلرشون با دستگاه کوچیک خونگی اقتصادی یکیه، فرق آنچانی نداره. این هم که فرانسه سازه، میتونه آقا فرانسه که استفاده میکنن اسپرسو هم را داره و اکثر وقتا قدرت اسپرسوی اینا فرانسه سازا ضعیف داره نسبت به دستگاه اقتصادی. دوستان توجه داشته باشید شما چه نوع قهوه‌ای را مصرف میکنید. اگر فرانسه میزنید فقط فرانسه ساز بخرید یا دستگاه مخصوص قهوه دم یا بخرید، ولی برای اسپرسو به دستگاه اقتصادی ما خودمون همین دستگاه 3 کلیدا پیشنهاد میکنیم به مشتری. تنها دستگاهیه که هم اقتصادیه، هم تعمیرش بهتره، هزینه و استهلاکش هم خیلی کمتره. حالا مارکای زیگما داره، پروما داره، نتوا داره، مارک خاصی من تاکید نمیکنم، ولی اکثرا مشتری که میاد میگم آقا از این مدل دستگاه بردارید که حتی باعث خرابی و استهلاکاتش هم خیلی کمتره. با این دستگاه نیمه صنعتی فرق آنچنانی نداره، فقط شما به دستگاه نیمه صنعتی پول آپشنش دارید. میاد حتی آسیابی هم که داره این دستگاه اینجا داریم، آسیابش به مرور زمان خرابی ایجاد کرده. الان آسیاب خالیش با ست کاملش بخرن چون قطعاتش نیست، نزدیک 9 میلیون تومنه. اکثر آقا برای اون کلاس کاری که مخون داشته باشن دستگاه نیمه صنعتی ها میخرن و تو خونه میذارن استفاده میکنن. بخوام بهت بگم قدرت پمپ و موتورش با این دستگاه هیچ فرقی نمیکنه. ما پیشنهادون برای تو خونه و اونایی که مخون دستگاه اقتصادی بخرن از همین مدل خونگی های معمولیه که 3 تا کلید داره، حالا بعضیاش آمپر داره، حالا یه مدل هم داره که چراغای چشمک زن داره، اونا برد داره. من ترجیحاً همیشه پیشنهاد میکنم میگم دستگاهی که برد داره نخرید، به خاطر اتصالی برق داره یا آسیبایی که مینه و تعمیر بردش نه هزینه بیشتری میذاره. من خودم تایمر داره رو پیشنهاد نمیکنم، یعنی حالت منوال باشه، دستی باشه، خیلی اوکیه. تفاوت آنچنانی تو این دستگاه نیست، فقط نسبت به آپشناش و کاراییاش فرق میکنه. قدرت اصاره‌گیریش هم آنچنان تغییری فرقی نمیکنه و حتی شستشو و بکفاش دستگاه و سرویسش هم همش یه نواخته با یه محلوله. تو ویدیو سوال میکنه از چه محلولی استفاده کنه، ما محلول یا برند خاصی ها پیشنهاد نمیکنه. اکثر محلولایی بسونید که رو قطیش نوشته باشه و اطلاعاتی که باید باید شستشو باشه، یه برند شناخته شده باشه، اطلاعات کاملی داشته باشه. دوستان اگر سوالی چیزی داره تو کامنت ها برام بذارید، لایک سابسکرایب فراموش نشه. ممنونم که به ما حمایت میکنید. متشکرم، وقت خوبی داشته باشید.